خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. فصل سوم. استالین آباد. من با یک جهان خرسندی و فرحمندی، با یک عالم تأثرات و خاطرات نیکی جوانی، با کاروانی ثمر و حاصل کشت و دروی سالهای زحمتهای خودم و استادانم، با گل و سبزهای امید و عشق و آرزوهای زندگی آینده، از تاشکند با این شهر وداعی واپسین کردم. از تاشکند به زادگاه هم سمرقند آمدم. خواستم پیش از سفر استالین آباد چند روز اینجا باشم، از تماشای شهر، از دیداری پدر و مادر و دادر و خواهرانم، خویشاوندانم سیر شوم. در شهر کودکی و نورسیم گذشته را به یاد می آوردم و آینده خود را در جای نو، در شهر نو، به گونه‌های مختلف تصور می کردم. لیکن در بحر تصورات بیشتر و روشن‌تر سالهای تاشکند پیش نظرم متصور می گشت. خصوصا در تنهایی و آرامی، در شب‌هایی که در حولی یا در باغ دوستانم پس از به خواب آسایش رفتن همراهانم خاموش و ساکت به صحرای پرستاره آسمان دیده می دوختم. همان آسمانی که ایام کودکیم در باغات بالای سری ما گنبدوار بلند افتاده و توتم از گل ستاره های کهکشان، هفتادران، سرفه خلیل، سیپایه قصه ها می گفت. من امشب به دشت بیکران آسمان نظر دوخته، گویا از جاده های ستاره‌زارها قدم برداشته، راه های عمری جوانی سپری شده‌ام را پیش نظر می بینم. سردی و گرسنگی های سالهای اول، کلاس های سرد و تیره فاکولته که با چهره نورانی و نگاه های گرم استادان روشنایی و حرارت داشت، نواهای موسیقی و سرودهای دلانگیز، مجلس و محفلهای دوستان و همسبقان که مالامال از احساس و نگاههای عاشقانه و دوستانه بود، ساعت و لحظه هایی که همراه با ستاره زمینی قدم می زدم، همه در شعاعهای دوری جرمهای سماوی منعکس می گردید. مرا به طبقات آسمان ها می برد، به بالای سعادت می برداشت. با این تأثرات و خاطرات، با این لحظه های شیرین یاد یاری دوستان، در سر هوای سفری آینده و راه شهر و منزل نو همراه و همنوا بود. یک دعای خیر و هدایت استاد عینی لازم بود که رخت سفر ببندم. 5 یا 6 اوگوست بود که به زیارت استاد رفتم. خیریت در وقتش آمدید، گفت استاد. من بعد از 2 روز به استالین آباد می روم. نشریات منتظر من است. یادداشت ها برای چاپ آماده شده است. پیش از چاپ از نظر گذرانیدن لازم است. شما هم تردد سفر را بینید. به استالین آباد که آمدید مرا پیدا کنید. شما را برای توصیه به اکادمی خودم می برم. جای استقامت من باغ حکومتی است. بعد از 2-3 روزی رفتن عینی من هم عازم استالین آباد شدم. در استالین آباد دوستانی که آمدن مرا انتظاری می کشیدند کم باشند هم بودند. فاتح نیازی، حبیب احراری، شوکت نیازی، خاله بچه هم ندیم خان با پدرش مسعود خان، پسر ارشد محمود خواجه بهبودی. 3 روز را در باغچه گذرانیدم که یزنم اجاره گرفته بود. باغچه خوبی بود، در پس موزه حاضره استاد عینی. در این گوشه سبز و آباد و آرام
یزنه به ترجمه مشغول بود و پسرش ندیم خان به وی یاری میداد. روزی سوم بعد از چاشتگاه به خانه مطبوعات رفتم. خواستم از دهاتی پرسم که به نزد استاد عینی چگونه رفتن ممکن است. هنوز به دری درآمد نزدیک نشده بودم که ماشین سبکروی روبروی خانه مطبوعات توقف کرد و از ماشین استاد عینی کمزوری تابستانه در بر و کله‌پوشی چستی در سر و عصا در دست پیاده شد. زود به استقبالش رفتم. همین روز نزد شما رفتنی بودم، گفتم من. به استالین آباد کی آمدید؟ 2 روز شد. جای استقامت یافتید؟ ها، در خانه یزنه بهبودی. مسعود خان، آن کس در همین جا هستند؟ خیر، حاضر به نشریات می درایم، بعد به اکادمیا می رویم. عینی راست به بوغالتریه رفت. در خانه کلان چند زنی روس مشغول کار بودند. در پیشگاه خانه در پس میزی کلان مردی پرگوشتی سرخموی سرخینه روی نشسته، به اندازه سرخ که کسی ناشناس گمان میکند که همین حالا شراب زیاد استعمال کرده است. به بالای میز چند کاغذ پیچ پول ایستاده بود. سلام دامولا، زنگش دود بس، یعنی پول در انتظار شماست، گفت مردی سرخینه روی. عینی از روی بروی او نشسته به کاغذ امضا کرده پولهای کاغذ پیچ را به جیب‌های درونی انداخت. پولها را شمرده گیرید دامولا، گفت مرد سرخینه روی. پول را از شما بهتر هیچ کس درست شمرده نمیتواند اندری واسیلیویچ. ما و شما آشناهای دیرینه هستیم، به هم دیگر باور داریم. اندری واسیلیویچ تبسم خوشحالانه کرده ماند. پیش از آن که به اکادمیا رویم، پیشاپیش میخواهم از این مرد خیلی عجیب و سابقه دار نشریات دولتی تاجیکستان نقل مختصری کنم. این به آن سبب است که بعد از آمدنم به استالین آباد وابسته به کارهای نشریه با این مرد سلیم التن و سلیم العقل در معاملات و ارتباطات حسنه بودم. اندری واسیلیچ در ظاهر مرد بدقهر و تند مزاج می نمود، ولی طبیعتاً آدمی نرم و مهربان و ظریف هم بود. شکار را دوست می داشت و ماهی 1-2 بار به شکار می رفت و می گویند که تنها می رفت. اگر او را خرسند کردنی باشند، آدمان حالدان روزی دیگر صبح آمده با وی سلام می کردند و بعد از برار شکارش می پرسیدند. و مثل شکارچه های ریپین شکارش را تعریف نمی کرد، ولی به افتخار می گفت. راستی گپ شکار بد نبود. زنم که از سعیدهای من خرسند است. معلوم می شود بیهوده وقت و باروت را تلف نکردم. برای وی پرسش آدمان بسنده بود. همه می دانند که اندری واسیلیچ شکارچی است. وی چند روز از شادی و افتخار به کرتهش نگنجیده کار می کرد. به همه گپ حق را می گفت و در این حالت مقام و مرتبه کس را به اعتبار نمی گرفت. باری مؤلفی معتبری آمد که کتاب او را در سرقت سخت تنقیح کرده بودند. اندری واسیلیچ پول او را داده گفت: عموماً به جای شما می بودم برای این کتاب پول نمی گرفتم. باری دیرکتور نورماتوف او را کاهش نموده گفت: آخر شما چخیل بوغالتر هستید که همین کار را کرده نمی توانید. دیرکتور چیسانی که هست، بوغالتر هم به همان قیاس می شود. آخر بوغالتر باید شخصی مستقل باشد، هر کار را باید از روی عقل خودش کند. درست، لیکن دیرکتور بوغالتر را پابند کرده، مثل آنکه خر شتر را به هر طرف کشاله می کند. مجال جنبیدن ندهد، چیکار کردن ممکن است؟ نورماتوف چی جواب گفتنش را ندانسته خندیده ماند. همین خیلی آدم عجیب بود اندری واسیلیچ. همه او را دوست می داشت و او نیز همه را. از نشریات تا فیلیال اکادمیا با استاد پیاده رفتیم. عمارت 2 آشیانه را پیش از جنگ مخصوص برای همین مؤسسه ساخته بودند. سالهای جنگ در اینجا گاسپیتال حربی برای زخمی شدگان میدان حرب جایگیر شد. بعد از جنگ عمارت به صاحبش بازگردانیده شد.
فیلیال تاجیکستانی اکادمی علم‌های SSSR در طبقه دوم واقع بود. رئیس فیلیال اکادمیک یوگنی نیکانورویچ پاولوفسکی بود. او بیشتر در مسکو میزیست و کارهای جاری فیلیال را باباجان نیاز محمدوف اجرا می کرد. و 1 یا 2 سال پیش رساله دکتری را دفاع کرده بود. در آشیانه یکم اتفاق نویسندگان و اداره مجله شرق سرخ جای داشتند. عینی به یکی از خانه‌های اتفاق نویسندگان درآمد. در خاطر ندارم کیها آن کس را پیشواز گرفتند. از نویسندگان فاتح نیازی را شناختم. ایشان 2 سال پیش به استالین آباد کوچیده و حالا محرر شرق سرخ بود. عینی بعد از صحبت مختصر به یک خادم مجله فرمود که اگر نیاز محمدوف در جایش باشد 1 سری قدم پایین فراید. نیاز محمدوف زود حاضر شد. من برای شما 1 کادر نو آوردم. حجت‌های این کس را برای اسپیرانتور قبول کنید. رسمیت‌های باقی مانده اش را از روی قاعده بعد انجام می‌دهید. به همین طریقه در چند دقیقه به اسپیرانتور داخل شدم. روزی دیگر حجت‌های ضروری را به کاتب علمی الکسی پاولویچ کالپاکوف سپاریدم. وی به زبان تاجیکی تازه با من صحبت کرد. بعدها در چند سال که با این مرد شریف در اینستیتوت شرق شناسی تحت سرپرستی عبدالغنی میرزایف کار کردم، از ترجمه حال وی و همسالانش واقف گشتم. کالپاکوف و همسالان وی مثل روزا نیمنا و لودمیلا اوسپنسکایا، نیکولای یرشاف و دیگران در اول سالهای 30 بعد از ختم دانشکده‌های شرق شناسی به استالین آباد آمده در علم و مدنیت تاجیکان خدمت‌های جانسپارانه کردند. حقانیت تاریخ تقاضا می‌کند که ما امروز به جای سفسطه‌های به قول معروف استیلای روسیه، اصطلاح دوست داشته وطن پرورانی نوبرآمد ما درباره خدمت و سهم دانشمندان روس در رشد و رونق تاجیکستان تاریخنامه تألیف کنیم. کالپاکوف در کارهای علمی و تشکیلی اکادمی تا سالهای 60 فعالانه اشتراک می‌کرد. بعد از این هم در اینستیتوت شرق شناسی با وجود پیری و تنهایی عائلوی از کار باز نمانده است. بیشتر به ترجمه رساله‌های تاریخی و اثرهای عالمان تاجیک مشغول بود. وی با همکاری علاءالدین بهاءالدینوف دانشنامه ابوعلی سینا را به روسی بازگردانیده بود و با این کار تا آخر عمرش فخر می‌کرد. کالپاکوف شخص خیلی مهربان، همیشه آماده به آسان کردن مشکل آدمان و خصوصاً با عالمان جوان همیشه در مناسبت‌های خوبی رفیقانه و دوستانه بود. از جمله با این جانب نیز شوخی‌های به مورد ظریفانه خصوصاً در ساعت‌های شطرنج بازی داشت. اول سال 60 بود که در لیتراتورن گازت نخست مقاله کالپاکوف در تنقید قصه بچگانه، قصه خیلی خوبی دوست داشته کودکان، نویسنده مشهور کرنی چوکوفسکی پیدا شد. ما نفهمیدیم این هزل رفیقانه بود یا تنقید جدی یک نفر عالم. کالپاکوف این قصه را درباره مگس، موخدسکاتوخ و نانخورک ها تنقید می کند و می گوید که تعریف و توصیف نویسنده در نسبت این حشرات ضرر کننده باعث تأسف ماست. کالپاکوف پیش ما افتخار می کرد که چنین روزنامه با نفوذ مقاله او را در تنقید نویسنده مشهور چاپ کرده است. اما ما این را همچون هزل و شوخی کالپاکوف قبول کردیم. بعد از چند روز در همین روزنامه جواب خیلی جدی و آزرده‌حالانه چوکوفسکی چاپ شد. مقاله دلیل‌های منطقی و عقلی داشت که آنها را رد کردن دشوار بود. ولی کالپاکوف با قیافه جدی می گفت که چوکوفسکی ناحق است و او حتما به وی جواب خواهد نوشت. کالپاکوف جواب ننوشت، اما مقاله او دیر وقت مورد تنقید و استهزای ادیبان روس گردید. کالپاکوف شخص آزادمنش و رند هم بود.
در حالت مخموری با دوستان نهایت مهربان و در اظهار محبت و مودت سخاوتمند بود. تیر ماه سال 1952 بود. استاد عینی بعد از چند مدت اقامت و اجرای وظیفه‌های جاری پرزیدنت اکادمی عزیمت سمرقند کرد. در وگان حکومتی که برای ایشان در وکزل قبلا آماده شده بود، راهبریت اکادمی برای گسیل برآمده بودند. بنده هم به حیث شاگرد استاد در یک گوشه تالار وگان نشسته بودم. کالپاکوف همچون کاتب خاصه استاد در پهلوی ایشان نشسته و خیلی سرخوش هم بود. استاد را ستایش می کرد و آنکه از اظهار محبت و اعتقاد می نمود. عینی هم این شخص معتبر را رنجاندن نمی خواست و با تبسم زور به زورکی سخنهای او را خاموش گوش می کرد. نهایت کسی او را به بیرون دعوت کرده حاضران را از سخن فروشی های کالپاکوف نجات داد. آدمی خوب و کارگری خوب هم هست، گفت استاد، لیکن بعضا زیاد و بی‌مورد می نوشد. کالپاکوف در کارهای مأموری و تشکیلی اکادمی از اول تا آخر فعالانه اشتراک کرده است. در آوان پیری هم با وجود سن نفقه خوریش در انستیتوت شرق شناسی و تحقیق مسئله های کشورهای شرق همسایه مشغول بود. پس از مجردی چند ساله و زنی نسبتاً از خود جوانتر ازدواج کرد. این زن برای کالپاکوف زندگی مرتب و آسوده تشکیل نمود. کالپاکوف به تألیف بعضی رساله های تاریخی شروع نمود. ما چند سال در کوچه پاپوف در خانه اکادمی همسایه بودیم. روزی در حالت کمی سرخوشی مرا روی حولی دیده گفت: رسول، من عرقخوری را ترک کردم. حاضر شراب ناب سخای دوشنبه می نوشم. فهمیدم که برای سلامتی هم خوب بوده است. او از زندگی عائلویش خیلی خرسند بود. اما 2-3 ماه از این ملاقات نگذشته او ناگاه فوتید. همه او را به اعزاز و احترام به راه آخرین گسیل کردند. آدم خوبی بود کالپاکوف. تأثیرات اولین من از اکادمی با همین شخص وابسته بود. از این سبب سرگذشت استالینابادی خود را از یاد همین شخص بی آزار زحمتکش شروع نمودم. حجت‌های ضروری را به دست کالپاکوف دادم. گفت که بعد از 2 روز به نزد نیاز محمدوف درآیم. همین طور هم کردم. نیاز محمدوف گفت که برای خوبتر انجام یافتن کار شما از حاضر باید راهبری علمی داشته باشید و راهبری علمی عنوان دکتری داشته باشد خیلی خوب می شود. من با اندک حیرت به نیاز محمدوف نگاه کرده ماندم، زیرا در دوشنبه یگان عالم ادبیات شناس خصوصا دکتری علم را نمی شناختم. آیا دامالله راضی می شده باشند راهبری علمی شما شوند؟ با آن کس مصلحت کنید. روزی دیگر نزد عینی رفتم و این گپ را گفتم. استاد زود رضایت خود را داد و گفت که اگر کاغذهای رسمی باشد بیارم، ایشان امضا خواهد کرد. به همین طریقه به صفت نامزد اسپیرانتوره فیلیال تاجیکستانی اکادمی علمهای SSSR زیر راهبری علمی استاد عینی به سمرقند بازگشتم. آخر ماه سپتامبر به استالیناباد آمده امتحانهای داخل شوی را سپردن لازم بود.